سلام به دوستداران قصه ها، به کانال خودتون خوش اومدین. امشب هم در این سکوت لطیف شب کنارتون هستیم تا با هم به دنیای یک داستان دلنشین سفر کنیم. امشب هم قراره داستانی رو براتون تعریف کنم از 3 برادر، از راز 3 گنج پنهان و از سفری شگفت انگیز که سرنوشتشون رو برای همیشه تغییر داد. پس چشمهاتون رو آروم ببندین و نفس عمیقی بکشین و همه دغدغه های روز رو پشت سر بذارین و اجازه بدین نوای این داستان همچون نسیمی خنک و آرام بخش خستگی رو از تن و روحتون دور کنه. اینجا در حریم امن خواب فیروزه‌ای همه چیز آماده شده تا یک خواب راحت و عمیق و پر از حس خوب قبل از خواب رو تجربه کنین. اما قبل از شروع داستان لایک رو فراموش نکنین و نظرات قشنگتون رو هم حتما برامون کامنت کنین و برای حمایتمون هم حتما کانال خواب فیروزه‌ای رو هم دنبال کنین. و حالا هم اگر آماده این همراه هم بشین با داستان راز 3 گنج. روزگاری در زمانهای قدیم در روستایی دور افتاده 3 برادر زندگی می کردند. برادر بزرگتر به نام جاسم بود و برادر وسطی هم به نام قاسم و برادر کوچکتر هم کاظم نام داشت. زندگی آنها خیلی ساده بود و پدرشان هم سالهای پیش از دنیا رفته بود که نه برای آنها مال و ثروتی گذاشته بود و نه زمین و دارایی که بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. اما تنها چیزی که برایشان به یادگار گذاشته بود آبرو و صداقت و عادت به کار کردن بود. هر روز صبح سپیده نزده بیدار می شدند و گاهی در زمینهای مردم کار می کردند و گاهی هم بار تاجران را جابجا می کردند و گاهی هم همچون هیزم شکنها به جنگل می رفتند و درختهای تنومند را قطع می کردند. بهتر است بگویم هر کاری که پیدا می شد با جان و دل قبول می کردند. حتی اگر مزد کمی هم داشت آن را انجام می دادند و خدا را هم شکر می کردند. هر شب برادرها در ایوان خانهشان دراز می کشیدند و به آسمان نگاه می کردند. برادر کوچکتر که کاظم نام داشت همیشه با خودش می گفت یعنی ما باید تا آخر عمرمان برای دیگران کار کنیم؟ یعنی راهی پیدا نمی شود تا زندگی بهتری داشته باشیم؟ و کاظم هم همش این حرفها را در ذهنش مرور می کرد تا اینکه بالاخره شبی از شبها به حرف آمد و به برادرانش گفت راستش می خواهم راجع به موضوعی با شما صحبت کنم. و جاسم گفت چه شده است برادر که اینقدر تو را به هم ریخته است؟ و کاظم گفت راستش از این زندگی کلافه شدم. ما باید همیشه منتظر باشیم تا کسی کاری به ما بدهد. اگر یک روز کاری نباشد ما باید چه کار کنیم؟
برادر وسطی گفت حرف حق است برادر، اما با این وضع و اوضاع ما کاری هم از دستمان بر نمی آید. خودت که بهتر می دانی ما به جز زور بازو چیزی نداریم. و برادر کوچک گفت خب همین زحمت و تلاش و کوشش ما سرمایه است. اگر تلاش نکنیم چیزی درست نمی شود. برادر بزرگتر در جوابش گفت برادر، تو انگار خیلی خیال پردازی می کنی. زندگی ما درست است که ساده است، اما خوب این است که با شرافت زندگی می کنیم. نباید دنبال چیزی برویم که توان انجامش را نداریم. و کاظم هم شروع به خندیدن کرد و گفت آخر برادر، تا وقتی که کاری نکنیم و قدمی بر نداریم از کجا می دانیم که توانش را داریم و یا نداریم؟ با شنیدن حرفهای کاظم دو برادر دیگر ساکت شدند. در همان موقع بود که در تاریکی شب سایه مردی دیده میشد که به طرف آنها می آمد. قاسم نشست و گفت این دیگر کیست که در این وقت شب به این طرف می آید؟ و جاسم هم گفت شاید مسافری باشد. بعد از چند دقیقه پیر مردی سال خورده به آنها رسید و جلوی آنها ایستاد. او در دستش عصایی بود و کمرش هم خمیده بود و چهرش هم گویای سالها رنج و سختی بود. پیرمرد با صدای آرام رو به آنها کرد و گفت سلام پسرها، اگر اجازه بدهید امشب را همینجا بمانم. و برادر بزرگتر سریع از جایش بلند شد و گفت بفرمایید پدر جان، خانه ما هر چند کوچک است اما خانه خودتان است. و جاسم به داخل خانه رفت و کمی نان و غذا آورد و مرد هم شروع کرد به خوردن. بعد از خوردن غذا از پسرها تشکر کرد و هر سه برادر هم دور پیرمرد نشستند و داستان زندگیشان را برای پیرمرد تعریف کردند. پیرمرد بعد از شنیدن حرفهای هر سه برادر مدتی سکوت کرد و بعد هم رو به آسمان کرد و گفت پسرانم، شما 3 نفر خوشبخت هستید، چرا که 3 گنج در انتظارتان است. 3 برادر با تعجب به هم نگاه کردند. برادر بزرگ با تعجب پرسید پدر جان، این 3 گنج کجا هستند؟ و پیرمرد هم جواب داد راستش جای آنها را نمیدانم، اما اگر با نیت پاک و اراده قوی به دنبالشان بگردید آنها را پیدا می کنید. پیرمرد دوباره مکث کرد و گفت یک چیز را فراموش نکنید، 2 گنج از آن 3 گنج روزی از بین می روند، اما گنج 3 گنجی است که هیچ وقت نابود نمی شود. بعد از شنیدن این حرفها هر 3 برادر تا صبح خواب به چشمشان نرفت و مرتباً با خودشان فکر می کردند. جاسم و قاسم می گفتند این چیزها همش حرف است، الکی خودمان را علاف این حرفها نکنیم. اما کاظم
آنقدر اصرار کرد تا آنها راضی شدند. البته آنها هم بعدشان نمی آمد که گنجی به دست آورند و به زندگیشان سر و سامانی بدهند. و خلاصه صبح روز بعد هر سه برادر خانه و زندگیشان را رها کردند و کوله باری برداشتند و به دنبال 3 گنجی که پیرمرد گفته بود به راه افتادند. آنها حرکت کردند بدون اینکه بدانند مقصدشان کجاست. آنها فقط با امید و ایمان به حرفهای پیرمرد به سمت مقصدی نامعلوم به راه افتادند. روزها می‌گذشت و آنها در راه از دشت و کوه و رودخانه ها گذشتند. هرچند غذای زیادی برایشان باقی نمانده بود، اما هیچ کدامشان حاضر نبودند از این مسیر دست بکشند. و خلاصه بعد از 8 روز سفر به جنگلی رسیدند که درختانش آنچنان به هم پیچیده بود که نور آفتاب به سختی به زمین می رسید. آن شب همانجا در جنگل ماندند و صبح روز بعد برادر کوچکتر برای گشت و گذار از برادرانش دور شد. وقتی که در حال قدم زدن بود، ناگهان حلقه زنگ زده آهنی را دید که از میان خاک بیرون زده بود. به طرف آن رفت و خاک اطرافش را کنار زد تا آن را بیرون بکشد، اما هرچه تلاش کرد نتوانست. برادرانش را صدا زد و آنها هم به سمت او رفتند و با تمام نیرو تلاش کردند تا حلقه را بیرون کشیدند. در همان موقع بود که تخت سنگی کنار رفت و در زیر آن زیرزمینی دیده شد و 3 برادر پله ها را با احتیاط پایین رفتند. در داخل زیرزمین صندوق‌های زیادی روی هم چیده شده بود و برادر بزرگتر جلو رفت و درب یکی از صندوق‌ها را باز کرد و نوری هم تمام فضای زیرزمین را پر کرد. صندوق پر از جواهرات گرانبها و مروارید بود و بقیه صندوق‌ها هم پر از جواهرات بودند. برادر در حالی که چشمانش از خوشحالی برق می‌زد گفت: خدایا شکرت، این همان اولین گنجی است که پیرمرد گفته بود. و برادر بزرگ در حالی که می‌خندید گفت: دیگر روزگار سختمان تمام شده است. اما برادر کوچکتر فقط ساکت بود و به صندوق‌ها نگاه می‌کرد. برادر بزرگتر پرسید: برادر، چرا خوشحال نیستی؟ و کاظم هم لبخندی زد و گفت: چرا خوشحالم، اما دارم به حرفهای پیرمرد فکر می‌کنم. جاسم پرسید: کدام حرف؟ و کاظم هم جواب داد: پیرمرد گفته بود که 2 گنج روزی از بین می روند و من می ترسم این همان گنج باشد. و برادر بزرگتر خندید و گفت: برادر، آخر مگر این همه ثروت به همین راحتی ها تمام می شود؟ و کاظم هم گفت: اگر ثروت فقط خرج شود و چیزی به آن اضافه نشود، بله، روزی تمام می شود. و قاسم هم لبخندی زد و رو به کاظم کرد و گفت:
پس سهمی از این گنج نمیخواهی؟ و کاظم گفت نه، این گنج را هر طور که خودتان میدانید تقسیم کنید. من به دنبال گنجی هستم که هرگز پایانی نداشته باشد. جاسم گفت برادر، این گنج حق توست. تو بودی که ما را به این سفر آوردی. اما کاظم سری تکان داد و گفت نه برادر، این گنج مال تو باشد. و برادر دوم هم رو به جاسم کرد و گفت تو برادر بزرگ ما هستی و این گنج هم سزاوار توست. و جاسم با خوشحالی گفت باشد، قبول می کنم و قول می دهم از این نعمت درست استفاده کنم. و کاظم هم به برادرش گفت برادر، فقط یکی از این مرواریدها را به ما بده تا خرج سفرمان را داشته باشیم. و جاسم هم یک مروارید به آنها داد. قاسم و کاظم از برادر بزرگشان خداحافظی کردند و به مسیرشان ادامه دادند. آنها نمی دانستند کی و کجا گنج دوم را پیدا می کنند و تنها داراییشان هم همان مروارید بود. روزها می گذشت و آنها از کوهها و جنگل و دشت گذشتند و هرچه جلوتر می رفتند خستگی راه بیشتر می شد و توان آنها هم کمتر. اما باز هم دست از ادامه راه نمی کشیدند. بعد از گذشت چند روز در بین راه کاروان بزرگی را دیدند که کاظم جلو رفت و مروارید را به یکی از تجار داد و در مقابلش هم مقداری آب و آذوقه گرفت و دوباره به راه افتادند. پس از هفته‌ها به کوه بلندی رسیدند. برادر کوچکتر گفت من فکر می کنم پشت این کوه باید آبادی باشد. پس با هزار امید و آرزو تمام شب را رفتند تا اینکه به قله رسیدند. شهری با دیوارهای بلند جلوی رویشان بود، اما انگار از داخل آن شهر صدای گریه و شیون می آمد. آنها از رهگذری پرسیدند چرا صدای گریه می آید و چه اتفاقی افتاده است؟ و رهگذر گفت پادشاه مرده است. آنها هم پشت دروازه نشستند تا دروازه ها باز شود. وقتی که صبح شد دروازه ها باز شدند و 4 سوار بیرون آمدند و همین که چشمشان به آن 2 برادر افتاد به سمت آنها رفتند و گفتند همین 2 نفر هستند و آنها را فوراً نزد وزیر اعظم ببرید. قاسم و کاظم فقط به هم نگاه می کردند و اصلاً نمی دانستند که چه اتفاقی افتاده است و با خود می گفتند نکند ما را به جرم مردن پادشاه گرفتند، اما ما که کاری نکرده ایم. و خلاصه آنها را گرفتند و به سمت قصر بردند. آن 2 برادر که رنگ از رخسارشان پریده بود نمی دانستند که چه باید بکنند و هنوز چند لحظه‌ای نگذشته بود که بزرگان شهر وارد تالار شدند. وزیر اعظم جلو آمد و گفت نگران نباشید، شما کاری نکرده اید. و 2 برادر نفس راحتی کشیدند،
اما هنوز نمی‌دانستند که ماجرا چیست و چرا آنها را به قصر بردند. وزیر جلوتر رفت و گفت پادشاه ما از دنیا رفته است و طبق رسم دیرینه این شهر اولین غریبه‌ای که پس از مرگ پادشاه در بیرون شهر دیده شود به عنوان پادشاه جدید انتخاب می شود و دو برادر هم مات و مبهوت به هم نگاه می کردند. وزیر ادامه داد و گفت از میان شما دو نفر یکی باید تاج پادشاهی را قبول کند. پس فرصتی به آنها داده شد تا آنها تصمیم بگیرند. برادر وسطی رو به برادر کوچکتر کرد و گفت کاظم، تو از من داناتر و شایسته تری و این تاج باید بر سر تو باشد. و کاظم گفت راستش من به دنبال گنجی هستم که از بین نرود. تو مرد مهربانی هستی و امیدوارم هرگز عدالت را هم فراموش نکنی. و قاسم هم گفت باشد، اگر خواسته تو این است قبول می کنم. و اندکی بعد وزیران و بزرگان به تالار بازگشتند و کاظم هم رو به برادرش کرد و گفت برادرم قاسم آن را میپذیرد. و همگی جلو رفتند و دست شاه جدید را بوسیدند و او را برای مراسم تاجگذاری آماده کردند. لباس‌هایی شاهانه با تاجی زرین بر سرش گذاشتند و صبح روز بعد مردم شهر در میدان بزرگ جمع شدند و مراسم تاجگذاری انجام شد و برادر وسطی هم شاه آن سرزمین شد. کاظم هم چند روز بعد از تاجگذاری از برادرش خداحافظی کرد تا به دنبال گنج سوم برود. برادرش هم رو به او کرد و گفت برادر همینجا بمان و هر مقام و منصبی که بخواهی به تو میدهم. ولی برادر کوچکتر گفت تا زمانی که گنج سوم را پیدا نکنم دلم آرام نمیگیرد، پس باید بروم. و قاسم هم که شاه شده بود یک اسب به همراه آذوقه به برادرش داد و کاظم هم دوباره راهی سفر شد. هفته ها گذشت و کاظم از کوه و بیابان عبور کرد. تقریباً 1 ماه از سفرش گذشته بود تا اینکه به روستایی کوچک رسید و مردم آن روستا با مهربانی از او پذیرایی کردند. یک شب در آنجا ماند و صبح روز بعد حرکت کرد و 2 روز بعد منظری پیش رویش دید. باغ‌هایی خشک شده و زمین‌های وسیع بی محصول و چشمه‌هایی زلال و خانه‌هایی زیبا که هیچ انسانی در آن زندگی نمی‌کرد. کاظم با تعجب در کوچه‌ها قدم می‌زد. بر در خانه‌ها تارعنکبوت بسته بود و نشان می‌داد که سالهای سال است کسی در این آبادی زندگی نمی‌کند. کاظم فقط در کوچه‌ها قدم می‌زد و با خودش می‌گفت چه جای زیبایی، اما چرا هیچ کس اینجا زندگی نمی‌کند؟ و در تمام روز در آن آبادی گشت. در کنار جوی آبی نشست و به حرفهای پیرمرد فکر کرد
ناگهان فکری به ذهنش رسید و با خودش گفت شاید گنج سوم طلا و جواهر و یا تاج پادشاهی نباشد، اما شاید همین زمین باشد، زمینی که اگر با عشق از آن نگهداری کنی هر سال دوباره به تو روزی خواهد داد. پس تصمیم گرفت همانجا بماند و از فردای همان روز هم شروع کرد به کار کردن. از شخم زدن زمین‌ها گرفته تا لایروبی جوی‌ها و تمیز کردن کوچه‌ها. اما هرچه در خانه‌ها گشت بذری پیدا نکرد. پس به همراه تنها همدمش که همان اسبی بود که برادرش به او داده بود به سمت روستایی رفت که چند روز پیش از او پذیرایی کرده بودند. وقتی که به آنجا رسید و ماجرای آبادی متروکه را پرسید، پیرمردی رو به او کرد و گفت سالهای پیش بیماری سختی در آن آبادی پیدا شد و بیشتر مردم از دنیا رفتند و بازماندگان هم برای همیشه آنجا را ترک کردند. و حالا تو واقعا می‌خواهی آنجا را دوباره آباد کنی؟ و کاظم گفت بله، من باور دارم که زمین اگر با عشق به آن خدمت شود هرگز صاحبش را ناامید نمی کند و مردم روستا که از حرفهای کاظم خوششان آمده بود به او کمک کردند و کیسه‌ای بذر گندم و چند نهال به او هدیه دادند و کاظم هم دوباره برگشت و بذرها و نهالها را در زمین کاشت و ماها گذشت. کم کم زمین جان گرفت و دشت‌های خشک هم سرسبز شدند و درختان هم میوه دادند و او هم هر روز خدا را شکر می‌کرد. او به خوبی فهمیده بود که خوشبختی تنها در داشتن ثروت نیست، بلکه در ساختن و آباد کردن و زنده نگه داشتن نعمتهای خداوند است. سالها یکی پس از دیگری می‌گذشت و کاظم هم با تمام تلاش آن آبادی را دوباره زنده کرد و با دختری زیبا و پرتلاش از همان روستای نزدیک ازدواج کرد. دختری که همانند خودش عاشق کار و زحمت بود. آنها صاحب 2 پسر شدند و وضع و روزگارشان هم هر روز بهتر می شد. دیگر کاظم هم یک کارگر ساده نبود، بلکه به کشاورزی موفق و خوشنام تبدیل شده بود. و در یک روز بهاری کاظم کنار مزرعه ایستاده بود و 2 پسرش هم سرگرم کار بودند که ناگهان چشم کاظم به 2 مرد افتاد که از دور آهسته آهسته به سوی مزرعه می آمدند. لباسهایشان کهنه بود و چهره‌هایشان هم از خستگی و رنج سالها حکایت می کرد و وقتی که به کاظم نزدیک شدند با صدای خسته گفتند سلام آقا، شنیده ایم به کارگر نیاز دارید. اگر ممکن است ما اینجا برایتان کار کنیم. و کاظم هم با مهربانی گفت باشد، مشکلی نیست، اما قبل از هر چیز کمی بنشینید و استراحت کنید. و کاظم هم به آنها کمی آب و غذا داد و 2 مرد هم با اشتهای فراوان
غذا را خوردند. پس از کمی استراحت کاظم از آنها پرسید: برادرها، نامتان چیست؟ و یکی از آنها آهی کشید و گفت: من جاسم هستم و این هم برادرم قاسم. کاظم تا این را شنید با تعجب به آنها نگاهی کرد و مرد هم ادامه داد و گفت: سالها پیش ما همراه برادر سوممان به دنبال 3 گنج راهی سفر شدیم، اما سرنوشت ما را از هم جدا کرد و همین جمله کافی بود که اشک در چشمان کاظم جمع شود. او از جایش بلند شد و با صدایی لرزان گفت: جاسم، قاسم، من برادرتان هستم، کاظم. و خلاصه 3 برادر پس از 20 سال همدیگر را دیدند و در آغوش گرفتند. بعد از آنکه اندکی گذشت کاظم رو به برادر بزرگش کرد و گفت: برادر، برایم بگو بعد از جدایی از ما چه بلایی بر سرت آمد؟ و جاسم هم با چشمانی اشک‌آلود گفت: آن گنج بزرگ مرا مغرور کرد. ابتدا قصری ساختم و خدمتکاران بسیاری گرفتم و با افرادی هم دوستی کردم که تنها به ثروتم چشم داشتند و روزی همه داراییم را دزدیدند و وقتی که به خودم آمدم نه از گنج خبری بود و نه از دوستان. همه چیزم را از دست داده بودم و از ناراحتی و خجالت هم نتوانستم به روستایمان برگردم و سالهای سال سرگردان بودم تا اینکه قاسم را پیدا کردم. و کاظم هم رو به قاسم کرد و گفت: برادر، پادشاهی تو چه شد؟ و قاسم هم سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت: اوایل آدم عادلی بودم، اما کم کم اسیر غرورم شدم و به حرفهای چاپلوسان گوش دادم و حق مردم را هم نادیده گرفتم. ظالمان را به خودم نزدیکتر کردم و از مردم ستم دیده غافل شدم. مدتی گذشت و مردم هم از من روی برگرداندند و آنقدر کاسه صبرشان لبریز شد که تصمیم گرفتند مرا از بین ببرند و یکی از خدمتگزاران وفادارم شبانه مرا فراری داد و من هم تمام تاج و تختم را از دست دادم و از آن روز همراه جاسم در جستجوی کار سرگردان بودیم. و کاظم دست برادرانش را گرفت و گفت: گذشته را رها کنید، مهم این است که از اشتباهاتتان درس گرفته اید و همین خیلی با ارزش است. او ادامه داد و گفت: حرفای آن پیرمرد را به خاطر دارید که گفته بود 2 گنج از بین می روند و فقط یکی باقی می ماند و حالا هم چیزی به شما نشان می دهم که ارزشش از طلا و جواهر و حتی تاج پادشاهی هم بیشتر است. و آنها هم مشتاق بودند تا بدانند راز گنج سوم در چیست. آنها به سمت مزرعه به راه افتادند و در میان باغ‌های پر از میوه و زمین‌های پرمحصول قدم می‌زدند. برادر بزرگتر با تعجب پرسید: برادر، همه اینها را خودت کاشته‌ای؟ و کاظم هم مشتی خاک از زمین برداشت و گفت:
این خاک بزرگترین گنج دنیاست. اگر با آن مهربان باشی تو را گرسنه نمیگذارد. اگر برایش زحمت بکشی هر سال چند برابر زحمتت به تو میدهد. اما اگر آن را رها کنی چیزی برایت نخواهد داشت. و برادر وسطی هم گفت تازه حرفهای آن پیرمرد را میفهمم. گنج من تاج پادشاهی بود که از دستم رفت و یا ثروت جاسم که تمام شد. اما این زمین هر سال دوباره زنده می شود. و برادر بزرگتر هم گفت من گمان می کردم گنج یعنی طلا و جواهر، اما امروز می بینم که بزرگترین ثروت دستهای زحمتکش انسان است. و کاظم هم گفت هنوز هم دیر نشده است. زمین برای همه ما جا دارد. اگر با هم کار کنیم همه با هم سود میبریم. و از همان روز هر سه برادر دوباره کنار هم زندگی کردند. خانه‌های خالی آن آبادی را آباد کردند و زمین‌های بیشتری را هم کاشتند و باغ‌های تازه را ساختند. چاهای آب کندند و کم کم آبادی جان دیگری گرفت و خانواده‌های دیگری هم به آنجا آمدند. و سالهای بعد سه برادر پیر شده بودند و در غروب یکی از روزهای بهاری کنار همان مزارع نشسته بودند. هر سه برادر خدا را شکر می کردند که پس از سالها جدایی دوباره به هم رسیده بودند. داستان این سه برادر به ما آموخت که خوشبختی واقعی در پولهای بادآورده و یا قدرت زودگذر دنیا نیست، بلکه در تلاش، پشتکار و سازندگی معنا پیدا می کند. دو گنج اول، طلا و تاج پادشاهی، چون با رنج و زحمت واقعی به دست نیامده بود و با غرور همراه شده بود از بین رفتند. اما گنج سوم یعنی کار و تلاش در راه آبادانی سرزمین میراثی است که هرگز نابود نمی شود و تا ابد هم پابرجاست. یادمان باشد که ارزشمندترین ثروت انسان بازوان قدرتمند و توانمند و اراده پولادین اوست که می تواند ویرانه ها را به بهشت تبدیل کند. قصه امشبمون هم به پایان رسید و امیدوارم در این خلوت شبانه نوای آرامش بخش این داستان شما رو با خودش به سفری برده باشه و پیش از رسیدن به انتهای قصه پلکاتون سنگین شده باشن و خوابی شیرین و عمیق هم نصیبتون شده باشه. اما اگر هنوز بیدارین فقط کافیه که پلکاتون رو آروم ببندین و نفستون رو به ریتم آروم سکوت شب گره بزنین و همه دغدغه هاتون رو به باد بسپارین و اجازه بدین که این امواج آرامش بخش تمام وجودتون رو پر کنه و با خیالی آسوده خودتون رو به صدای داستان بسپارین تا در میانه راه بی صدا در ساحل یک خواب راحت و رویایی غرق بشین
و در آخر ازتون ممنونم که با حضور گرمتون به خواب فیروزه‌ای رنگ زندگی دادین و ممنون از اعتمادتون که اجازه دادین رویاهاتون رو با عطر قصه رنگامیزی کنین. و اگر این همراهی شبانه به دلتون نشست برای جان گرفتن این خانه و بزرگ شدن خانواده خواب فیروزه‌ای، کانال رو دنبال کنین و لایک و کامنت رو هم فراموش نکنین که منتظر نظرات تک تکتون هستیم. تا شبی دیگه و داستانی دیگه از جنس آرامش در حصار امن خدا باشین. شبتون آروم، دلتون روشن و آسمون رویاهاتون همیشه به رنگ فیروزه‌ای.